خب امروز اومدیم با یه ولاگ از ملایرگردی، یکی از جاذبه های گردشگری شهر ملایر و شاید بزرگترینش. پارکیه که جدیداً ساختنش، حدوداً 4-5 سال ساخته شده و اومده از حالا هر شهر یا کشوری یه مکان شاخصش رو داخل این پارک گذاشتن. همونجوری که میبینی اولش که وارد شدیم شبیه دروازه قرآن بود و داخلتر که اومدیم دست راستمون حالت تخت جمشید رو درست کردن و 20 ستون. یه چیزی همین اول ولاگ بگم بهتون اینه که من خیلی از اینجا رو نمیدونم، حالا اگر اشتباه دارم یا حتما تو کامنت ها بگید. مثلا همین اینو فکر کنم 40 ستون باشه یا 20 ستون، نمیدونم، تو کامنت ها همینو بگید، ولی چند تاشم بلدم. رفتیم جلوتر و به این سنگا خوردیم که منو یادم اون ایموجی انداخت که تو یوتیوب و توی اینستاگرام میزنم و اینجایی که فکر کنم توی ویندوز کامپیوتر اینو دیده باشید. اگه تا اینجای ویدیو اومدی و هنوز لایک نکردی لایکو بزن و اگه سابسکرایب نکردی کانال ما رو حتما سابسکرایب کن و حمایت بزن. بریم ادامه ویدیو. لیتس گو. خب بعدش رفتیم پایینتر و رسیدیم به دیوار چین. دیواری که خیلی خیلی بزرگ نبود و یه مقداری بود، ولی اومدیم داخلش جذابتر بود به نظرم و جالبتر بود. کیجو وای فیجو وامبی، اینم یه دونه حرف چینی اگه تونستی معنیش کنی. خب از چین اومدیم بیرون و رفتیم سمت، فکر کنم این مقبره بوعلی سینا باشه از تو همدان و این یکی هم پل ورسک باشه برای مازندران. بازم میگم من دقیق نمیدونم ولی حسم اینو میگه. این یکی میدون مادر بود، میدون مادر معروف فکر کنم توی رشت باشه ولی این شکلی نیست. حالا اگر میدونید برای کدوم شهر یا کشوره حتما بگید. دیگه رفتیم سمت هند و معروف ترین بنای هند یعنی تاج محل که خیلی 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 کوچیک اینو درست کرده بودن. خیلی بزرگتر از این حرف هست ولی خب هر نمادی رو بسیار بسیار کوچیک درست کردم و ما هم رفتیم جلو تاج محل و شروع کردیم به بعد از رقصیدن جلوی تاج محل رفتیم سمت لرستان و قلعه فلک الافلاک لرستان. قلعه خیلی جذاب بود ولی یهو با چند تا قدم راه رفتن رسیدیم به پاریس و برج ایفل. برجی که خیلی کوچولو بود نسبت به برج ایفل واقعی ولی جذاب بود و دیدنی. فقط تو ایرانه که همچین جایی میزنن بعد روش این تابلوها میزنن که از برج نرید بالا. خب بعدش هم رفتم از سمت زیر برج یه ذره فیلم گرفتیم و فلزات شبکه شده شبیه دکل‌های برقی که توی حالا بیابونا، توی خیابونا، توی همه جا میبینیدش بود. این آقا هم که میبینید با اینکه تابلو زده بودم ولی باز رفت بالا. میگم دیگه بچه‌ها و مردم کشور ما اینجوری هن. این هم که دیگه معرف حضورتون هست مقبره فردوسی که توی نیشابور اصلیشه و اینجا یه دونه کوچیکشو زدن. و این یکی مکانو من نفهمیدم دقیقا کجاست، خیلی آشنا بود برام ولی نمیدونستم کجاست. یه دریاچه بود که در کنارش یه پلی و حالت پل 33 پل درست کرده من ولی به نظر من جالب نبود و شبیه 33 پل زیاد نبود. زیرش هم تاق بستان که دارید میبینیم داخلش رو پر از کثافتکاری و کثیف کردن و آتیش زدن و شعار نوشتن و غیره بود و خرابش کرده بودن یه جورایی. این بچه هم که دارید میبینید داره حالا توضیح میده این سربازو. خب از این ورم دوباره دارید میبینید همون حالت 33 پلی که بهتون گفته بودم و درست کرده بودن. کلا این پارکی بود که خیلی توریست داخلش بود و تایمی هم که ما رفته بودیم تایم نسبتا شلوغی بود و کلا تو پارکینگش هم همه از پلاکای شهرهای مختلف بودن. معلوم بود که از جای مختلف برای دیدن این پارک مینی ورلد اومدن. اینم حافظیه شیراز بود. شهر عجیبه، صندلی و من گرفت. ممنون که تا انتهای ویدیو با ما بودید. اینجا مینی ورلد ملایره. تا چند روز دیگه ولاگ کرمانشاه هم میذاریم. منم فیلم بردار این کارم، از ما حمایت کنید. عشقی لایک کامنت سابسکرایب. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. حتما کامنت بذارید تا ولاگای دیگه هم براتون درست کنم.